سوالی نوبتی از فیزیک از مرکز ملی تستی سوالی دویم از تست است و در اینجا ما روی تای کرده باید یابیم یک پسرک از نقطه A راه میگردد تا نقطه F و در از A تا F چقدر راه رو طی میکند. روی طی کرده این یگان سم ندارد، بالا پایان، یعنی چقدر راه رو طی کردنشون باید حساب کنیم، یعنی چپ راست بالا پایان مینوس پلوس یگان در اینجا مهم نیستند. نگاه کنید در اینجا در Y هر یک کتک و X هر یک 100 متر است و یک کتک رو فقط حساب کنیم چند بعد جمع میکنیم. از A تا B 1 2 3 4 کتک رفت، از B تا C 1 2 3 4 5، از C تا D 2 کتک میرد، از D تا E با 2 کتک میرد، از E تا F با 3 کتک میرد. همگی چند کتک میرود؟ 9 کتک، 11 13 و 16 کتک میرود، یعنی 16 ضربی 100 1600 متر راه رو طی میکند. این روی طی کرده سرک است. در اینجا یک چی رو گفته بذارم، فرق کوچشو روی طی کرده. اگر مثلا از ما میپرسید روی طی کرده از A تا C و کوچش A تا C چند است؟ کوچش رو نشان دهم. مثلا از نقطه A تا C روی طی کرده شما چی میشود؟ روی طی کرده شما از نقطه A تا C چند میشود؟ ما چند کنیم 4 واحد به پایان، 5 واحد به طرف راست، 900 متر. 900 متر شما حرکت میکنید از A تا C. 900 متر راه طی میکنید. لیکن کوچش این همچون که فکر کنین راهی از همه نزدیکترین، یعنی جای واسکنی شما، یعنی شما به این نقطه چقدر راه رو طی کنید مهم نیست، جای واسکنی شما چند است. و در اینجا ما حساب کرده میتونیم. البته اینجا هم چون تئورم پیتاگورا استفاده بریم چند کنیم 400 متر، در اینجا چند 500 متر گفتیم، یعنی در اینجا پیتاگورا استفاده اگر بوده میتونید و با یاری کالکولاتور یا کوین ما نشون میدم کار نمیکنم چی میشه 400 کوادرات جمعی 500 کوادرات، اینو باید حساب کنیم. یعنی این کوچ شما میشود. اینو همش با فکر کرده میتونید. مثلا شما در خریطه از کوجان به دوشنبه میروین، در خریطه رو دکتر مینماید، لیکن در اصل وقتی ما با ماشین حرکت میکنیم ما با کوپا میبریم با بابا با پایان میرویم، یعنی راه طی کرده این وقتی راه رو استفاده میبرم با ماشین میام. کوچش این در همچون از خریطه فرقی جای واسکن بین شهر کوجان و دوشنبه یا دیگر شهر. این همچون مثال بود برای فهمیدن فرق آنها.